السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز طرز طهارت کردن را با هم یاد بگیریم. پیش از طهارت الله را یاد کرده بسم الله بگوییم. پس دستهایمان را به پرگی 3 بار بشوییم و باید آب مابین انگشت‌هایمان داخل گردد. پس آب را به دهان گرفته آن را به خوبی بشوییم و آن را 3 بار تکرار میکنیم. این عمل مزمزه نام دارد. بعد آب را به بینی داخل کرده پس بیرون میکنیم که آن 3 مرتبه باشد. این عمل را استنشاق مینامند. پس رویمان را به طور کامل میشوییم که به تمام رو، از گوش راست تا گوش چپ، از پیشانی تا زیر منه. پس 2 دست را تا آرنج 3 بار میشوییم که آن هم از نوک انگشتان تا آرنج است. پس تمام سر را 1 مرتبه مس میکشیم که آن از پیش به عقب و از عقب به پیش است. پس به درون و بیرون گوش مس میکشیم. پس پای را همراه عاشق پا 3 بار میشوییم که اول پای راست و پس پای چپ است.